مهاجم خیریتی و غیر سیاسی تیم ملی ایران درخواست تابعیت پرتغالی داد. فوتبالیستی که از دسته دوم لیگ ایران به واسطه علی دایی به لیگ برتر آمد و سپس بنابر خیریتی که پیش آمده بود کار را به جایی کشاند که وزیر امور خارجه رژیم به همتای ترکیه خود برای پیگیری نکردن جعل مدارک و کلاهبرداریش خواهش و تمنا کرد و سپس از قطر سر درآورد و حدود 4 سال است به پرتغال رفته چند روزی است درخواست تابعیت پرتغال داده. اما یک سوال، آیا این رژیم میپذیرد بازیکنی با تمایل داشتن تابعیت پرتغالی پیراهن تیم ملیش را بپوشد؟ ممنون میشم اگه تا الان چنل رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین و حتما از سایر ویدیوهای ما هم دیدن کنید. مرسی.